شام یکشنبه 3 نوامبر اعتراضگران عراقی در شهر کربلا به کنسولگری ایران حمله کردند. سلسله اعتراضهای هفته‌های اخیر به نشان ناراحتی از بیکاری، فساد سلاله حکمران و دخالت ایران به امور عراق راه اندازی شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نقل شاهدان آورده است در کنسولگری ایران در کربلا که برای مسلمانان شیعه مذهب مکان مقدس می باشد، اعتراضگران پرچم ایران را پایین نموده پرچم عراق را برافراختند. در شبکه‌های اجتماعی نوار پرتاب ظرف سرشار از مواد سوخت به حوله کنسولگری ایران جای داده شده است. تا حال ایران به این عمل واکنش نشان نداده است. در رفت اعتراضهای بغداد و دیگر منطقه‌های زیست مسلمانان شیعه مذهب عراق بیش از 250 کس به هلاکت رسیدند. بعد از برکناری دیکتاتور عراق صدام حسین در سال 2003 نفوذ ایران در عراق افزایش یافته، مقامات ایرانی از گروه‌های نیمه نظامی شیعه پشتیبانی می‌کنند.